امروز اومدم به قلب سبز کوکیتلان، یعنی پارک ماندی. اینجا بزرگترین پارک شهر با مساحت حدود 176 هکتار، پر از درختای بلند و مسیر پیاده‌روی باحال. این پارک امکانات باحالی داره، مثل زمینای بیسبال، فوتبال، استخر روباز، مسیرهای دوچرخه سواری و یه زمین گلف. برای بچه‌ها هم زمین بازی درختی داره که انگار توی دنیای فانتزی قدم میزنن. ولی هدف من از اومدن به اینجا دیدن 2 دریاچه باصفاه، دریاچه ماندی و دریاچه لاست که اطرافشون پر از پرنده‌ها و سنجابا زندگی میکنن. یه نکته جالب دیگه در مورد این پارک اینه که فیلم دک ده هالز قسمتایش اینجا فیلم برداری شده. سلام، خیلی مخلصم. یه چند وقتیه که دارم دریاچه‌های ونکوور رو میگردم. یه طبیعت‌گردی آروم و یواش رو شروع کردم. گفتم اگه شما هم دوست داشته باشید طبیعت ونکوور، دریاچه‌های ونکوور رو با من ببینید. خیلی مخلصم. خب ببینید الان همینجا که دقیقاً شهر و خیابونه، ما از همینجا وارد طبیعت میشیم. اینجا شهر کوکیتلام ونکوور هستش. پارکینگ هم داره، پارکینگش خیلی بزرگ نیست، هرچند که خود دریاچه هم خیلی بزرگ نیست. بریم با مسیرش آشنا بشید. طرف یه مسیر هموار داشت به سمت دریاچه، ولی من ترجیح دادم که از مسیر جنگلیش حرکت کنم و دقیقا از جایی هم که از اتوبوس من پیاده شدم 400 متر با ورودی این پارک جنگلی و دریاچه فاصله داشتم که حالا میریم دقیقا هم این مسیر پیاده رویشو بهتون میگم که چقدر مسافت داره.
خب یه ذره وسط جنگلش صداهایی میاد که چون کسی هم نمیره از داخل خود جنگل بره، منم ترجیح دادم بیام بیرون و از این ور برم بریم ببینیم دریاچه رو میتونیم ببینیم. ما اصلا به خاطر دریاچه اومدیم تا اینجا. به لحاظ نزدیکی و حمل و نقل وقتی میگم، الان اینجا مسیر پیاده روی جنگله و یکم اونورتر دریاچه هست و دقیقاً اتوبوسی که من پیاده شدم یکم از اینجا پایین‌تر بود. با یه آقایی الان اینجا صحبت میکردم، میگفت هر راهی رو هم امتحان نکن که وارد دریاچه بشی، به خاطر اینکه دور و بر دریاچه تو نمیبینی ولی باطلاقه و مراقب باش. ترجیحاً جایی که چشمت میبینه و مستقیم میتونی وارد بشی از اونجا وارد شو. خب اینجایی که پیدا کردیم دیگه بهترین لوکیشنیه که میتونیم دریاچه رو داشته باشیم. یه واقعا هم تقریبا لب دریاچه ایم دیگه. به این دریاچه میگن دریاچه گم شده، چون دور و اطراف اصلا معلوم نیست که اینجا توی این لوکیشن دریاچه‌ای وجود داره. کاملا این درخت‌ها دورش رو پوشوندن، اصلا مشخص نیست، فقط تو مپ میتونید ببینید. و دریاچه بکریه با اینکه وسط شهره. یه گونه لاک پشت قشنگی هم داره که اینجا توضیحاتش رو کامل نوشته. Hopping through the fields so bright, Easter bunny comes tonight with a basket full of eggs, colors shining bright like dregs. Children smiling everywhere, joyful laughter fills the air. Easter bunny spreads the cheer, bringing happiness that's near. Hop along, Easter joy, sweet and strong. Eggs all found, oh what fun. Easter's here for everyone. Every child runs in delight, searching for the eggs inside. Bunny jumps so quick and merry, hiding treats behind the berry. With each giggle, spirits rise underneath the sunny skies. Easter bunny loves to play, bringing joy in its special day. Hop along, Easter joy, sweet and strong. Eggs all found, oh what fun. Easter's here for everyone.
let's all sing Easter joy that bunnies bring. With candy treats and friends so dear, we celebrate the best time of year. Hop along, Easter joy, sweet and strong. Eggs all found, oh what fun, Easter's here for everyone. خب بچه ها، دریاچه دومی که این مجموعه پارک جنگلیه داره دریاچه ماندیه. ببین از این مسیر دیگه توصیه کرده آقا سگ تو با خودت نیار. ماندی پارک تا دریاچه خیلی مسافتی نداریم، همین پایین دریاچه است. خب اینم از دریاچه دومی که اومدیم، دریاچه ماندی، دقیقاً وسط پارک ماندی. دریاچه فوق‌العاده قشنگیه، نسبت به دریاچه لاست بزرگتره. ماهی قزل‌لاله‌ی رنگین کمونی معروف‌ترین ماهیه که ماهیگیرا برای گرفتنش به این دریاچه میان. یه مسیر پیاده روی باحالم دور دریاچه درست کردن که من کامل این مسیر رو میخوام دور بزنم. تا یادم نرفته بگم بهتون که طولانی ترین مسیری که توی پارک ماندی شما میتونید پیاده روی کنید 4 کیلومتره که کامل پارک رو دور میزنید اینطوری. چه دسترسی این یکی دریاچه برای ماهیگیری تا لب آب خیلی راحت.
از دریاچه گردی امروزمون براتون می نویسم که مسیری که پیاده روی کردیم فکر کنم بالای 5 کیلومتر شد و من این ویدیوها رو به خاطر علاقه خودم میگیرم و یادگاری نگه دارم برای خودم، ولی شما هم اگه میبینید امیدوارم که این تایمی که میگذرونید براتون جذاب بوده باشه. دمتون گرم. خداحافظ.